با یه حساب کتاب ساده میخوام بهتون بگم چرا تبلیغات اینستاگرامی جزء ارزونترین و بصرفه ترین تبلیغاته. فرض کنید 10 استوری از پیج‌های مختلف با قیمت‌های مختلف داریم که از بین این استوری‌ها 4 استوری رو انتخاب می‌کنیم. قیمت اولین مورد 100,000 تومان با 20,000 بازدید، دومین مورد 400,000 تومان با 80,000 بازدید، سومین مورد 1.5 میلیون تومان با 300,000 بازدید و چهارمین مورد 3 میلیون تومان با 600,000 بازدید. شما فقط با 5 میلیون تومان کاری کردید که 1 میلیون نفر مخاطب اینستاگرام که نزدیک به بازار هدفتون انتخاب میشن شما رو مشاهده کنن. البته فراموش نکنید که باید تبلیغاتتون را با تکرار انجام بدید تا اثر بخشی تبلیغات شما چند برابر بشه و بودجه های تبلیغاتی کاملا متفاوته.